گاهی تمام چیزی که بین ما و موفقیت فاصله انداخته یه ذهن شلوغه. ذهنی که تو گذشته جا مونده یا از آینده میترسه. اما وقتی تو این لحظه حاضر بشیم، وقتی یاد بگیریم تمرکز کنیم، همه چی شروع به تغییر میکنه. مدیتیشن فقط سکوت نیست. تمرینیه برای ساختن ذهنی نیرومند، متمرکز و آروم. و ذهن متمرکز یعنی قدرت انتخاب، وضوح و موفقیت. ازت میخوام یه جای آروم برای نشستن یا دراز کشیدن انتخاب کنی. آروم چشمات رو ببند و اجازه بده بدنت فقط باشه. نفس عمیق بکش، دم از بینی و بازدم از دهان. همینطور نرم، رها، آروم. الان فقط کافیه توجهت رو بیاری روی نفس. نفسایی که خودشون میان و میرن بدون نیاز به هیچ تلاشی. توجه کن که چطور هوا وارد بدنت میشه و چطور با بازدم رها میشه. با هر دم یه حس حیات و با هر بازدم یه حس رهایی رو حس کن. اگه ذهنت پر افکاره اشکالی نداره. فقط با مهربونی برش گردون به نفس. با دم و بازدم. حالا خیلی آروم توجهت رو بیار به بدنت. از بالای سر شروع کن. هر جا که اسم میبرم چند درصد آرومتر و راحترش کن. فرق سر، پیشونی، چشم ها، گونه ها، دهان، فک، اگه احساس سنگینی توی بدنت میکنی فقط چند درصد رهاترش. حالا توجهت رو بیار به شونه هات. بازوها، دستها، اجازه بده هر گرفتگی که هست رها بشه.
سینه، شکم، لگن، رانها، زانوها، ساق پا، مچ پا، و در نهایت انگشتان پا. از کل بدن آگاه باش. لحظه‌ای در سکوت فقط با آگاهی باش. بدنت خونه توه. حالا که بدنت رو حس کردی، به فضای ذهنی توجه کن. آیا فکری داری؟ آیا صدایی توی سرت هست؟ هیچ اشکالی نداره. ما اینجا نیومدیم که ذهن رو ساکت کنیم. فقط میخوایم ببینیمش. هر فکری میاد مثل یک ابر ببینش. نمیخوای نگهش داری؟ نمیخوای پسش بزنی؟ فقط نگاه کن و بذار بگذره. این تمرین ذهن آگاهیه. بودن با هر چی که هست بدون درگیر شدن. اگه الان ذهنت شلوغه یا احساس کلافگی میکنی، بدون که طبیعیه. تو داری تمرین میکنی و تمرین یعنی رشد. چیز زیادی تا آخر مدیتیشن نمونده. بذار جمله ای رو در دلت زمزمه کنی. من اینجا هستم و همین کافیه. من با خودم در صلحم. من نفس میکشم و آروم میگیرم. حالا ازت میخوام کم کم بدنت رو حرکت بدی. به آرومی انگشتان دست، پا، آروم تکونشون بده. شوناتو بالا پایین کن. دم. با یک بازدم عمیق لبخندی ملایم بزن.
مدیتیشن همون چیزی که باش میری باشگاه ذهن. هر بار که میشینی انگار داری یه دنبل واسه تمرکزت میزنی. نفسات میشن ستای تمرینی. هر دم و بازدم مثل تکرار یه حرکته که ذهنتو فرم میده. وقتی حواست پرت میشه و دوباره برش میگردی به لحظه حال، همون لحظه‌ای که داری عضله حضور و آگاهی تو قوی تر میکنی. با هر بار مدیتیشن یه لایه از شلوغی فکرت کم میکنی. مدیتیشن باعث میشه مسیرت شفافتر بشه، تمرکزت بیشتر بشه و راحت‌تر اون چیزایی رو که میخوای ببینی، دنبال کنی و برسی بهشون. یادت باشه همیشه میتونی به این لحظه برگردی، هر زمان که به آرامش نیاز داشتی.